النا مایوی 14 ساله با مادرش است که دو شمع روشن میکند، یکی برای بابایش، دومی برای 11 نفری که روز شنبه کشته شدند. عائله مایو چند قدم دورتر از کنیسه یهودیان زندگی میکنند. روز شنبه رابرت باورسی 46 ساله با حمله به مراسم شبت یهودیان اول به ضد آنها شعار داد و به تیراندازی شروع کرد. این بدترین حمله به یهودیان در تاریخ امریکا است. خانواده مایو چند از قربانیان را میدانست. مردمی که اینجا آمده بود مثل همه صبحانه آماده کرده میخواست دلپور باشد که به خصوص پیران و معیوبان بی‌غذا نمانند. مقامات میگویند حمله‌ور در شبکه‌های اجتماعی به ضد یهودیان شعار مینوشته است. باورسکی در تیراندازی مجروح شد، به 30 جنایت متهم می شود. چک دایموند کشیش سابق کنیسه درخت زندگی میگوید همیشه نگران بود که روز چنین حادثه رخ میدهد. این جنایت با انگیزه نفرت است. نفرت و اسلحه در یک جایگی نتیجه خوب ندارد. در کنار کنیسه صدها نفر با گلگذاری خاطره قربانیان را گرامی داشتند. در دو دسته گل فقط یک کلمه بود: محبت. محبت یکی از کلمه های اساسی بود که در مراسم یک جایه ساکنان پیتسبورگ چه مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صدا میداد. در این مراسم گرامی داشت به حد آدم زیاد آمد که بعد از پر شدن تالار از 2300 نفر آن را بستند و بقیه در بیرون ماندند و به سخنرانی ها گوش دادند.